خب سلام به همگی. اخیرا حتما دیدین که میگن فیلم های جدید آتوسا رو دیدی و شما میگی اصلا مگه آزاد شده. خب باید بهتون بگم که آتوسا آزاد نشده، ولی فیلم هایی که مربوط به قبل از دستگیرشه هنوز در حال پخش بین ملت هستش و از تیرسام گرفته تا همجنسگرایی که احتمالا فیلماشو توی کانال تلگرام بذاری. آقا هر دم از این با خبری میرسد. سپهر ساعتچی در ماجرای فرسام رشت اعلام کرد پای یک بازیکن فوتبالیست نامآشنای سرخابی در میان بوده، در حالی که اطلاعات دقیقی از ملی‌پوش قایقرانی حاضر در کلیپ نامتعارف در شهر رشت در دست نبود. خبر خودکشی او در فضای مجازی منتشر شد، اما پیگیری‌ها حاکی است که سپهر ساعتچی قهرمان بازداشت شده در زندان است و خبر خودکشی او درست نیست. این شایعه با پیگیری خبرنگاران از فدراسیون قایقرانی تکذیب و اعلام شد خانواده این ملی‌پوش آزادی او با وثیقه و خودکشی‌اش را صحیح ندانستند. همچنین سپهر ساعتچی اعلام کرده که از طریق یکی از فوتبالیست‌های معروف که با سابقه بازی توی یکی از تیم‌های سرخابی پایتخت داشته با آتوسا آشنا شده و گفته ممکن تحت شرایطی بخواد اسم اون بازیکن مطرح رو رسانه‌ای کنه. از اونجایی که همه میدونیم که رابطه سپهر حیدری با همسرش به هم خورده، 70% احتمال میدم که اون بازیکنی که آتوسا رو به ساعتچی معرفی کرده همین سپهر حیدری خودمونه که بعد از طلاق از زنش گفته چه کنیم چه نکنیم، خب بریم کارمون رو فعلا با آتوسا راه بندازیم. خیلی دیگه فعلا میگذره. نظر شما چیه؟ تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.